در اینجا یک سوال دیگر وارد شده گسته. این برادر سوال کردن: سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر عزیز، اگر سر مردانگی به فرج زن درآید میشه کند روزه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اگر نظر داشته باشین که روزه رمضان، یعنی حکم روزه رمضان در حال روزه داشتن در رمضان بدون عذر، یعنی انسان در سفر نیسته، یگان مریض نیست، یگان چیز نیسته و در حال روزه همین کارا میکنه، با مجردی که همون سری اولات داخل کنه روزش میشکنه. یعنی انزال کردن، یعنی من خارجیدن، مزی خارجیدن یگان شرط نیست. با مجردی سری اولات داخل کردن در فرج زن روزه میشکند، با این خلاص نمیشود، روزش میشکند. این یک. دویم این که گناهگار شده گسته واجب است که توبه کنه، زیرا اینکه روزش شکستگی است به یک چیز مغلظه بود، به چیز اصلا سبوغ یگان آب نوشیدگی نیست، با جیما کردگی است، مغلظه است. از شکنندای روزه توبه میکنه و شیمونی میکنه. این مسئله توبه ده در بعداً در مسئله حکم روزش گفتیم روزش میشکنه. و در مسئله کفاره، در مسئله قضاش یک روز قضا میدوره، بعد رمضان یک روز قضا میدوره و بدون این انسانی که همین کارا میکنه بدونه که همین قضایی که میدوره در ثواب مثل روزایی که در رمضان میگیره همون ثواب ندوره. کسانی که اگر روزه نگرفتن در رمضان قضایی که میدورن ثوابش مثل رمضان نیست، برای همین فرصت از دست ندین. و در مسئله چی گفتیم؟ در مسئله ثوابش و قضاش. در مسئله کفارش یک غلام آزاد میکنن. در این زمان که غلام نیسته این چی است؟ ترتیب اختیاری نیست، ترتیب واجبی است. یعنی یکم غلام باید آزاد کنه. اگر غلام باشه غلام باید بخره. غلام در این زمان که نیسته. دویم مرحله این 2 ماه پی در پی روزه گرفتن. 2 ماه پی در پی روزه میگیرن. چه روزه میگیره؟ اگر با عدد باشه 60 روز روزه میگیره. اگر با ماه باشه مثال 2 ماه بعد از داخل شدنش، ماه میشه گاهی 29 گاهی میشه 30. اگر 2 ماه ای سری ماه اگر روزه گرفت نظر به همون ماه نظر میکنیم. اگر ماه 29 روز باشه تمام وقتی که ماه خارج که میشه ماه دیم هم روزه میگیره بعدی نگیشه. و اگر 29 باشه میشه 58 روز. 58 روز میشه. اگر ایره ای سری ماه بگیره، ماهای قمری ای میگیره، ماهای شمسی نه، ماهای قمری قطعی با تقویم اسلامی. و به همین چی میشه 58 روز هم صحیح میشه. لیکن اگر که غالبا که مردم نمیفهمن چیزو را 60 روز ایس آسان شه، یعنی 60 روز روزا میگیره پای در پای. یعنی یک روز اگر خورد بدون عذر اگر خورد روزش کفارش از بین میره، یعنی بیکار میشه، با از سری نو میگیره، حسابیده نمیشه. مثال 59 روز روزا گرفت و یک روز شه 60 روزش گفت نگرفت، 60 روزش نگرفت، عذر یگان چی نداشت نگرفت، همین 59 روزش باطل میشه. ای سری نو با 60 روز میگیره. فهمیدیم برادر؟ و عذر گفتیم عذرش چی است؟ عذرش همین اگر حیض بیاید، مثال زن در کفاره کردن، کفاره پای در پای روزه گرفتن، در مسئله همین چیز. این کفاره فقط در چیه؟ در جماع است، خانه داری است. اما کسی که با نوشیدن و خوردن اگر روزش بشکنه کفاره نداره. یگانه کفاره در همین چیه؟ جماع. با بعضی انسان خطا میفهمن همین مسئله، خطا میفهمن بعضی انسان. اشتباه نکنید این مسئله.
مسئله جما یعنی خونه‌داری کردن و روزه نخوردن. یعنی خونه‌داری کردن فقط کفاره داره. دیگر چیزا قطعی کفاره نداره. یعنی خوردن نوشیدن دیگر چیزا کفاره نداره. یک روز قضا داره تمام. کفاره چی هست؟ یعنی کفاره برای گناه بخشیدن، تازه کردن. اصلش همینه. برای همون خطایی کردگی یعنی جما کردگی کفاره داره. یعنی تازه میکنه. گناهات تازه میکنه. گناهی که جما کردگی است. برای همین کفارش میگه. این که جما که در نهار رمضان مغلظه است برای همین کفاره داره. فهمیدین؟ یعنی یک اشتراف نه با اصطلاح دیگر با اصطلاح زمانه. خلاصه دیگر چیزا نداره. چیز قضا داره، توبه داره. توبه میکنی و قضا. اگر 2 ماه که پای در پای روزه که گرفته نتونستی، 3 مرحله این است که 60 مسکین طعام میتی. 60 مسکینش کمک کنی طعام میتی و از مد بر و نصف ساعه یا که یک 2 کف انسان معتدل گندم میتی یا اینکه از غیر گندم 1 ساع میتی. ما ساع گندم این چیزا ما بیان کردیم، مد بیان کردیم که کمترین حجم 510 گرم گفتگی است. 600 گرم گفتگی، 700 گرم گفتگی با وزنای چیز زمانوی حاضره و همین میشه 510 گرم کمترین حجم، کمترین چیزی که ذکر کرده شده. اینا کمتر شنگی گفتگی نیست والله اعلم. در مسئله گفتیم این چیه. اما در غیر گندم، برای گندم چیز است که این وقتش در قدر قیمت داشت در وقت پیش گندم. و در مسئله از 4 چیزی که غیر از گندم 1 ساع میته، یعنی نصف ساع میته. نصف ساع 60 مسکینه. نصف ساع یعنی نصف ساع از مویز. 4 قسم دیگری شد از غیر از گندم. مویز است و جو و این چنین خرما و عقد. چهارمش عقد. عقد شامون چکه قوق است. شیر قوق مغازه میفروشه نیست. با شیر قوق گرفتن نتین. و شیر قوق بعضی هم خطا میفهمن شیر قوق میگن اما میخواد که جواب شیر قوق همین یک 15 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال پیش شاید همین شاید باشه اگه دولت پیش رویده شاید 50 سال پیش همین چیز کرده باشه، 70 سال پیش همین چیزا برآورده باشه. همین با همون شیر قوق چه خیلی میکنه والله اعلم. همون خیمیکات والله اعلم. اصلا شیر نیست والله اعلم. خلاصه همون چکه قوق است. همین عقد چکه قوق وقتی هم استعمال میکرده مثل طعام. خلاصه این همین برای مسئله کفاره است که برادری که استعمال کرده. والله اعلم. السلام علیکم.